سلام و درود خدمت بینندگان عزیزتر از جان. 5 ماه به دلیل مسائل مشخصی نبودم. امیدوارم حال همتون خوب باشه و ایران درست شه. مهمتر از همه ما نبودیم ایران درست شه. اما این ویدیو چیه؟ این ویدیو مقایسه بتمن و سوپرمنه، مقایسه‌ای که به پهنای تاریخ عمر داره. کدوم قوی تره و کی میتونه اون یکی رو پاره کنه و شکست بده؟ امروز با دلایل کاملا منطقی اومدم جواب این سوال مهم که زندگی ما بهش وابسته است رو بدم. چقدر این سوال بنیادی و اساسیه. اما اول بریم یکم این دو شخصیت رو معرفی کنیم. نمیدونم حالا معرفی هم میخواد یا نه، مگه میشه کسی این شخصیت ها رو نشناسه؟ اما به هر حال بتمن و سوپرمن هر دو از شخصیت های کمیکی شرکت دیسی هستن و از قدیمی ترین ابرقهرمان های ساخته شده کمیکی هستن. بتمن همونطور که میدونین احتمالاً انسانه و سوپرمن یه دونه فضاییه، ولی خب شکلش شبیه آدماست دیگه، و چون فضاییه پرونده داره قوه قضاییه. شاید اینو نمیدونستی. به نظرم همین قدر معرفی کافیه، بیشتر نمیخواد. بریم سراغ مقایسه. سوپرمن از نظر قدرت خام قوی تره، سرعت بیشتری داره، استقامتش هم بیشتره و توانایی‌های فراانسانی داره. مثلا میتونه از دهنش یخ بزنه یا پشت دیوارا رو میتونه ببینه. اما شاید الان به خودتون بگین که پس سوپرمن خیلی قوی‌تر از بتمنه و حتما بتمن رو شکست میده، ولی باید بگم که اینجوری نیست. بتمن برخلاف سوپرمن که قدرتش و غرورش بهش اجازه هیچ برنامه‌ریزی رو نمیده، بتمن خیلی با برنامه‌ریزی عمل میکنه و به جنگاش با برنامه‌ریزی قبلی میره. یعنی نقاط ضعف رو کامل شناسایی میکنه و به علت اون پولی که داره تمام وسایل مورد نیاز برای ضربه زدن به دشمنش رو تهیه میکنه. و یک پشتیبان هم داره. مثلا آلفرد همیشه تو گوشش بهش اطلاعاتو بروز میکنه، براش توضیح میده که الان با چه تاکتیکی بجنگه و نقش آنالیزورشو داره، ولی سوپرمن همچین کسی رو نداره. پس فهمیدیم که سوپرمن قوی تره اما بتمن باهوش‌تره و برنامه‌ریزی قبلی داره. تو کمیک‌ها هم زیاد دیدیم وقتی بتمن برای مبارزه با سوپرمن زمان کافی داشته باشه معمولا برنده میشه و اگه برنده هم نشه لااقل میتونه متوقفش بکنه. دوستان اگه میخواین کامنت هیت بذارین، من خودم طرفدار بتمنم و طرفدار سوپرمن نیستم و به نظر منم توی نبردی که بخوام دیگه داشته باشن راحت هم نه ولی برنده میشه. آقا ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارین و سابسکرایب بکنید. 200 تا بشیم آقا. 200 تا شدیم 300 تا بشیم، 300 تا شدیم 1000 تا بشیم. خیلی عجیب. و یک چیزی، من دیگه دانشگاه باز شده، من دارم میرم دانشگاه. اگه دیدین کمتر داره ویدیو میاد، من دانشگاهم، چون متاسفانه دیگه نمیتونم میشه شما باشم. واقعا ناراحتم. ای وای. هستم واقعا کمتر هستم. لطفاً حمایت تا قیامت. همین تا ویدیو کمه چون درگیرم واقعا و در تلاشیم جبران کنیم برای شما. دم شما گرم. بوس و دودافظ.